در مورد نگرانی بچه ها زیاد پرسیدن، مثلا نگران فرزندم، نگران مادرم، نگران پدرم، نگران شوهرم. ببین، هر کاری از دستت برمیاد واسه عزیزانت انجام بده، اما این حس نگرانی رو از این وسط بردار. این نگرانی مخربه. نگرانی هم یه قضاوت از من ذهنی میاد. نمیدونم چقدر درک میکنید، اما این نگرانی رو بردار، تمام کارات رو انجام بده، عزیزانت هم دوست داشته باش، هر کاری از دستت برمیاد واسه شون انجام بده، اما بدون نگرانی. نگرانی گولت میزنه، ذهن با نگرانی گولت میزنه. تو اسلاید بعدی بیشتر توضیح میدم. دوستان ببین، وقتی ما نگران یه شخص میشیم، یه عزیز میشیم، میخوایم جای خدا رو برای اون بگیریم، اینو مخابره میکنیم به جهان هستی، اینو ارتعاشو میدیم. هر کس، هر عزیزی، هر پسر، دختر، بابات، مامانت، اینا همه خدا دارن مثل خودت. تو کارا رو براشون انجام بده، هر کاری که از دستت برمیاد، اما نگرانشون نباش. نگرانی بسیار مخربه. الان خودت هم اینو حس میکنی که هر چی میری جلو این نگرانی بیشتر میشه. خب این معلومه که مخربه. تا حالا شده با نگرانی چیزی رو درست کنی؟ نه، بدتر خراب میشه. این آگاهی همین الان، همین لحظه وارد شد که براتون استوریش کردم.